سلام، اشکان هستم. به جلسه 4 آموزش پریمیر خوش اومدید. بریم که با هم جلسه 4 رو شروع کنیم. امروز میخوایم راجع به چیدمان درست صحبت کنیم. ببینید توی تایملاین نباید سکانس ها رو پشت هم بخواید بچینید و برای اینکه امکان داره حالا به خاطر افکت هایی که جلوتر بهتون میگم وارد کنید تو به اون ویدیو اصطلاحاً مشکلاتی به وجود بیاد. برای همین معمولاً میان یک فاصله میدن یا جداسازی انجام میدن توی سطر و ستون. مثلا میان چیکار میکنن؟ میگن آقا کلیپ هایی که با هلیشات گرفته شده تو سطر آخر، کلیپ هایی که با کرین گرفته شده تو سطر وسط و با دوربین معمولی هم تو سطر اول انجام میده و یک قرارداد نیست، یک چیز کاملا دلخواهه. منظور اینه که یه فاصله بینشون باشه، پشت هم نچینید هیچ وقت، چون امکان خطا هست. یه فاصله بذارید که دچار مشکل نشید. من راجع به یک سری از ابزارها بیام اینجا یه توضیح مختصر بدم بهتون. حالا همه‌شو نمیگم، هر کدوم سر سرفصل‌های خودش میگم. چیزی که تا به الان ما نیاز داریم که بدونیم، یک ابزار اوله که بهش میگن سلکشن تولز یا همون ابزار سلکت. این چیکار میکنه؟ باعث میشه اگر بخواید آیتمی رو انتخاب کنید با این ابزار باید انتخاب کنید. دومین که چیزی که مهمه، ابزار ترک سلکت بکوارد یا فوروارده. این ابزار رو بهتون جلسه قبل توضیح دادم. انتخاب میکنید به قبل یا به بعد و سلکت میکنید. ابزار سومی که نیاز داریم ابزار این ریزر توله که مال ابزار کات کردن یا کات زدنه. مثلا من حالا با مثال بیام بهتون توضیح بدم. شما الان فرض کنید میخواید این کلیپی که حالا آوردید توی تایملاین رو به 2 قسمت تقسیم کنید. نباید دوبار از پنل سورس این ویدیو رو بیارید. خیلی راحت روی این ابزار کلیک کرده، حالا از اون قسمتی که میخواید کات بزنید کاتو میزنید، دوباره روی سلکت انتخاب کرده و فاصله میبینید به 2 تیکه تقسیم شد. ابزار بعدی ابزار تکسته که باعث میشه که شما روی ویدیو یا متنتون یه تکسی حالا بنویسید. یک اتفاقی که میفته اینه که شما ممکنه نیاز داشته باشید به یک کلیپی ولی فعلا نمیخواید نمایش داده بشه، یعنی باشه توی تایملاینتون، دیلیتش نکنید، ولی زمانی که میخواید خروجی بگیرید و پلی کنید این استفاده نشه. ببینید میایم از اون کلیپ رو انتخاب میکنیم، کلیک راست، گزینه انیبل تیک داره. این اگر تیک خورده باشه یعنی که اون ویدیو توی تایملاین هست و به نمایش گذاشته میشه، ولی اگر تیکش رو بردارید میبینید نمایش داده نمیشه ولی توی تایملاینتون هست. این خیلی مهمه. زمانی که یه پروژه بسیار سنگین میگیرید، خب سکانس های خیلی زیادی توی تایملاینتون هست، برای اینکه دچار مشکل نشید میتونید هر کدوم و هر بخش رو با یک رنگ خاص نشون بدید. مثلا فرض مثال شما فکر کنید این دوتا هلیشاته و اینها کرینه. شما میایین پیش خودتون میگید من هلیشات ها رو میخوام یه رنگی داشته باشم توی تایملاینم و فیلم هایی که با دوربین کرین گرفته شده رو یه رنگ دیگه داشته باشم. سلکت میکنیم، راست کلیک کرده و گزینه لیبل. ببینید روی لیبل که نگه دارید اینجا هر کدوم یک رنگ خاصیه، مثلا رنگ روز. تمام هلیشات هاتون رو میتونید به رنگ روز در بیارید که انتهای کار اگر بخواید یک قسمتی از هلیشات رو حذف کنید بدونید اونهایی که با رنگ روز نمایش داده شده مختص هلیشاته. حالا برای تمرین اینو من میام به رنگ فارست در میارم، رنگ سبز. پس میایم انتخاب میکنیم، ابتدا کلیک راست کرده از منوی لیبل رنگ خودش رو انتخاب میکنیم. بعضی وقتا یک سری کلیپ ها هست شما دوست دارید ابتدای کلیپ با سرعت نرمال بره جلو و از یه بخشی به بعد اصطلاحاً اسپید داشته باشه و سرعتش بره بالا. میایم چیکار میکنیم؟ اون بخشی که میخوایم انتخاب میکنیم، کلیک راست کرده و اسپید دیوریشن
اینجا به ما میگه الان سرعتی که داره پخش میشه 99.97 یا همون مثلا 100. حالا من میخوام این بشه سرعتش 150. میام 150 رو میزنم و اینتر رو میزنم. میبینید که تایملاین من کوتاه‌تر شد چون اسپید رفته بالا. پخش میکنم. میبینید چقدر سریع شد. حالت عادیش اینه. از اینجا سریع‌تر میشه. همینطور میتونم اسپید رو کم کنم، یعنی علاوه بر اینکه سرعت رو زیاد میکنم سرعت رو کم هم میتونیم بکنیم. فرض مثال کلیک راست کرده از منوی اسپید سرعت رو من میرسونم به 50، یعنی آروم میکنم. میبینید که سکانس هم بیشتر شد. حالا نگاه کنیم. میبینید کاملا حرکت آهسته. تو جلسه اول بهتون گفتم این منوی تنظیمات آهنگ یا تنظیمات صدایی که میتونیم به صورت دستی انجام بدیم. الان به این صدایی که پخش میشه دقت کنید. این وقتی سبز رو نشون میده یعنی که تو حالت کاملا عادیه و درسته، ولی اگر این رنگ تبدیل به رنگ قرمز بشه یعنی بیش از اون اندازه و ظرفیت صدا داره استفاده میشه و امکان داره حالا یک فیلمی که به صورت فرمالیته توی مراسم عروسی به نمایش میخوان بذارن، حالا بسته به نوع سیستم صوتی که اون تالار یا مجموعه داره امکان داره که نویز بیفته. برای همین ما میایم به صورت دستی از قسمت آدیو گین این صدا رو تنظیم میکنیم. حالا این صدایی که هست صدای طبیعیه ولی من میخوام بهتون نشون بدم. روی اون قسمتی که آهنگ بیش از اندازه و بیش از ظرفیتش داره پخش میشه انتخابش میکنیم، کلیک راست کرده و قسمت آدیو گین رو میزنیم. ست گین تو باید این تیک بخوره و اینجا دسیبل میگیم بهش و اینو مشخص میکنیم. صفر یعنی چیزی که همون لحظه داره نشون میده. اگر بالا باشه باید از منفی یک عددی استفاده کنیم، منفی مثلا 1 یا منفی مثلا 2 یا منفی مثلا 3. این باعث میشه که اون قرمزه رو به سبز بره. و اگر صدا ضعیف باشه دیگه از منفی استفاده نمی کنیم و صدا رو تقویت میکنیم، 1 یا 2 یا 3 یا حالا هر چیزی که از بسته به نوع اون ظرفیت آهنگی که وجود داره. این خیلی مهمه، باید دقت کنید که کل تایملاینتون اون صدا از حالت طبیعی خارج نشه و اگر شد اون قسمت رو کات کرده و از طریق آدیو گین گزینه اول حتما باید تیکش رو بزنید. به صورت بای دیفالت adjust gain by باید بیاریم به صورت set gain to و این عدد رو تغییر بدیم. اگر بالا باشه باید قبل اون عدد منفی بذاریم که بتونیم به سمت پایین بیاریم و اگر صدا ضعیف باشه نباید منفی بذاریم و اون صدا رو تقویت میکنیم. باید حتما به این نکات دقت کنید. خب اینم از جلسه 4. امیدوارم لذت برده باشید. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.